خب بچه ابتدا از طریق لینکی که داخل کامنت ها و کانال تلگرام براتون قرار دادم میتونید این ربات رو استارت بزنید. بچه ربات ایکس بلاست هستش که ما داخل این ربات میتونیم توکن WXBL رو ماین کنیم. بچه برای اینکه بتونیم وارد این ایردراپ بشین از این پایین قسمت منو میتونیم کلیک کنیم و روی استارت ضربه بزنیم. این پیام برای شما میاد، کافیه از این قسمت اوپن اپ کلیک کنید تا این ایردراپ روی حالت مرورگر تلگرام شما بالا بیاد. خب بچه این صفحه اول ایردراپ هستش. از این قسمت بعد داخل کانال و گروه تلگرامشون عضو بشیم و توییترش رو فالو کنیم. بعد هم روی استارت ناو کلیک کنیم. کافیه روی قسمت اول بزنیم. بچه شما رو مستقیما وارد کانال تلگرامیش میکنه، کافیه اینجا جوین بشیم. قسمت بعدی هم فالو کردن توییترشون هست که اگه روش ضربه بزنین از این قسمت هم میتونین توییترشون رو فالو کنین. وقتی که این دوتا قسمت براتون تیک خورد حالا روی استارت ناو کلیک کنین. اینجا بچه‌ها بعد من ربات نیستم رو یا همون کپچاش رو حل کنین. به همین راحتی اکانت ما داخل این ربات ساخته شد و همینطور که مشاهده میکنین داره برای ما این قسمت توکن WXBL رو ماین میکنه. هر 24 ساعت میتونیم بیام روی این قسمت کلیک کنیم و ماینینگ خودمون رو فعال کنیم. اینجا هم به ما گفته که تو هر 1 ساعت برای ما این مقدار توکن رو ماین میکنه. بچه شما داخل این ربات هر 24 ساعت که سر بزنین و کلایم رو انجام بدین موجودیتون به قسمت بالانس این بالا اضافه میشه. بیشتر قسمت‌های این ربات فعلا کامینگسون هستش و هنوز راه اندازی نشده و فقط ما میتونیم این توکن رو بیشتر ماین کنیم. روی این قسمت اول اگه ضربه بزنیم اینجا بچه‌ها یه حالتی داره مثل اتاق‌های ماینر شما هستش که خب هنوز کامینگسون هستش و راه اندازی نشده که داخل آپدیت‌های بعدی این ربات و پروژه اضافه میشه. بچه این قسمت رو اگه کلیک کنین یه حالت تسک مانند داره که با انجام این تسکا شما اسپیس کارت میگیرین که خب هم قدرت و سرعت ماینینگتون رو بیشتر میکنه. تسکا و کاراش بچه‌ها فوق‌العاده راحته، مثل ریتوییت توییتر و جوین شدن داخل دیسکوردشون هست که اگه شما این کار رو انجام بدین وقتی که تیک اینا خورد روی این قسمت کلیک کنین تا این اسپیس کارت رو دریافت کنین. بچه یه قسمت بوست هم داره که هم از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشین و هم از این قسمت پایین علامت موشه که اگه روش بزنین شما میتونید با همین توکن هایی که ماین کردین ماینرهای خودتون رو آپگرید کنین. روی قسمت اول اگه کلیک کنین بچه‌ها اینجا شما میتونین ماینرهای خودتون رو آپگرید کنین و به لول های بالاتر برین. قسمت بعدیش هم بچه‌ها شما میتونید سفینه خودتون رو آپگرید کنین که هنوز این قسمتش باز نشده. بچه‌ها برای اینکه بتونین لینک زیر مجموعه گیری خودتون رو هم دریافت کنین میتونین از این قسمت بالا که علامت QR کد داره ضربه بزنین یا از این قسمت پایین روی آدمک‌ها کلیک کنین. هیچ فرقی نداره. از این قسمت میتونین روی اینوایت فرند ضربه بزنین و لینک زیر مجموعه گیری خودتون رو دریافت کنین. بچه‌ها روی این قسمت هم بزنین لینک رو به شما میده، میتونین کپی کنین و برای دوستاتون بفرستین. همینطور هم که خودش گفته 16% از فعالیت دوستانتون رو به صورت توکن WXBL به شما میده. بچه‌ها این قسمت آخر هم که یه حالت اکوسیستم داره فعلا کامینگسونه و هنوز فعال نشده که توی آپدیت های بعدی این ربات و پروژه این قسمت ها هم فعال میشه. پس بچه‌ها شما هر 24 ساعت میتونید به این برنامه و ربات سر بزنید و توکن هایی که اینجا براتون ماین کرده رو کلایم کنید تا به این قسمت بالانس اضافه بشه. قسمت لیدربورد هم هستش که اگه کلیک کنید اینجا هم لیگ های متفاوتی داره که ما وقتی وارد میشیم این اولین لیگ هستش که میبینید نفر اول تا الان 8 توکن به دست آورده. به لیگ های بعدی که بریم فعالیت ما بیشتر میشه و میتونیم توکن های بیشتری رو به دست بیاریم. اگه مشاهده کنید توی سیاره ونوس نفر اول تا الان تونسته 124 تا از این توکن رو به دست بیاره. بچه اینجا داخل کانال تلگرامیشون هم اعلام کردن که قراره با صرافی بایننس هم همکاری داشته باشن و خب این پروژه رو خیلی معتبرتر میکنه. اینجا هم بچه اعلام کردن که به زودی داخل صرافی بایبیت هم لیست میشه. پس پیشنهاد میکنم به هیچ وجه این پروژه و ایردراپ رو از دست ندید چون فوق‌العاده معتبره. توضیحات کامل این ایردراپ رو بهتون دادم. اگه سوالی داشتین حتما داخل کامنت ها بپرسین، راهنماییتون میکنم.
و اگه تا اینجا از این ویدیو لذت بردی، خوشحال میشم حتما لایک کنی و کانال من رو هم سابسکرایب کنی و زنگوله کنارش رو فعال کنی تا از بقیه ویدیوهای کسب درآمد جا نمونی. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودیم. تا یه ویدیو کسب درآمد دیگه، خدا نگهدار.